ببینید تا قبل از آقای ترامپ و ورود پوتین به کریمه یک قانونی رو در آوردن به اسم R2P. یعنی چی؟ Response to Protect. یعنی اگر شما یک ملتی یا یک اقلیت مذهبی یا قومی در یک حکومتی گرفتار شده، شما میتونید برای نجات اونها در واقع دخالت کنید، مداخله نظامی کنید. وقتی پوتین رفت کریمه رو گرفت، همین برگو به آمریکایی‌ها زد. اینا گفتن نه دیگه این به کار نمیره، چون اون گفت روس‌ها از ما خستن، ما اومدیم کریمه رو پس گرفتیم. الان آقای پومپئو و ترامپ در واقع این رژیم رو بعد از یک مذاکره که همون صیغه برجامه وارد مذاکره میشن، شروط میگذارن، برخلاف آقای اوباما و کری که شروطی نذاشتن، فقط دلشون خواست یه امضایی بشه فعلا تا همه خوشحال شن که این برجام اتفاق افتاد. اون 5+1 هم موافقت کرد، چرا که گوادالوپ 2 بود. اونا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه، نه اینکه بر بیفته. همه ترامپ بازی رو به هم زد. حالا آقای ترامپ وارد مذاکره میشه. میدونید شرط اول چی خواهد بود؟ اسرائیل به رسمیت بشناسید. 2. تمام مناطق اشغالی خارج شید از تمام مناطق. 3. ابعاد موشکی خودتون رو تخفیف بدید. و بعد الان بحث این میکنن که شخصیت های گروگانگیر در جریان گروگانگیری، اینها رو در لیست سیاه قرار دادیم، شاید تحویل بدید. حتی سلیمانی رو به عمد اسمشو گفتن، فردا بگن سردار سلیمانی رو به ما تحویل بدید. یعنی شرایطی خواهند گذاشت که رژیم نخواهد پذیرفت. رژیم هم میدونه اینو. دقیقاً. ولی مجبور مذاکره کنه. مذاکره نکنه یعنی آقا ببینید زیبایی کار ترامپ اینه. یه تاس میندازه، شما میرید دنبال این تاس، سرصدا میکنید، واکنش میکنید. تاس دوم رو میندازه، شما فکر میکنید بازی تموم شد، تاس سوم رو از آستین در میاره میندازه، شما میبازید بازی رو. الان رژیم تهران در همین موقعیت قرار گرفته. الان تاس دویی. تاس اول انداخت، برجام به هم زد. الان انداخته میگه بیایید مذاکره کنید. شما مذاکره میکنید؟ خیر. چرا؟ اولا اونم مذاکره نمیکنه، اینو یادتون نره. جواد ظریف برای اون مهره سوخته است، چون با جنکری صحبت کرده. آقای روحانی برای اون مهره سوخته است، چون با اوباما طرف شده. هر کس با در و دسته اوباما وارد مذاکره شده از نظر دونالد ترامپ قابل قبول نیست. پس بنابراین اینجاست که سعی خواهد کرد پای خود رهبر رو بکشه وسط و بنابراین سقوط رژیمه. ببینید مذاکره بر این نیست که رژیم رو به رسمیت شناختن. مذاکره برای این است که مشروعیت بدن به خودشون که ما دیدید وارد مذاکره شدیم. امروز دنیا، اروپا، روسیه، چین، آمریکا رو متهم میکنه که شما در واقع برجام رو لغو کردید. درسته؟ معاهده برجام رو. بنابراین اینها به دنیا باید ثابت کنن که ببینید ما حسن نیت مذاکره داریم با شرایط دیگر. و دقیقاً هم حق با ترامپه. چرا؟ شما رفتید یک قرارداد برجام بستید فقط به خاطر مسئله هسته‌ای، یعنی خلع سلاح هسته‌ای که دلواپسان مخالف بودن، سپاه مخالف بود، برای همینم بعدشون نمیاد این برجام به هم بخوره. اما اینها معتقدن شما یک معاهده رو امضا کردید که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به عنوان یک سپر قانونی از سوریه خارج نخواهد شد، از یمن خارج نخواهد شد، در لبنان مداخله خواهد کرد، در عراق مداخله خواهد کرد. بنابراین ما قراردادی رو با اونها امضا خواهیم کرد که تمام این شرایط درش گنجونده شده باشه. ببینید ترامپ مشکلش هالیوود نیست،
ترامپ مشکلش استبلیشمنت جمهوری خواه یا لیبرال یا طرفدارای خانم کلینتون نیست، اینا عددی نیستن، همینجور که در مسیر این حرکت ها معلوم میشه. مشکل ترامپ با به اصطلاح اون الیتی است که سیستم انگلو امریکن و نظام نوین جهانی رو 50 سال یا 70 سال جا انداختن بعد از جنگ دوم جهانی. حالا ایشون و یک عده‌ای که از ایشون حمایت میکنن با آوردن ایشون رو، اینها معتقدن این نظام کهنه است، این اتحاد ناتو همه اروپایی‌ها برای ما دردسر داره و ما داریم کولی میدیم، کولبرانشون شدیم. ما بیاییم یک سیستم جدید به وجود بیاریم که بتونیم در مقابل حمله و یورش استراتژیکی روس و چین مقاومت کنیم. بنابراین معتقدن ما بیاییم در واقع نظام نوین دیگری رو بیاریم و اون سیستم نمیپذیره، اون سیستم در مقابلش ایستاده. نگاه کنید همه میگن چرا با اروپایی‌ها در افتاده و دقیقا این درست میگه ترامپ. اروپایی‌ها بیشتر برای آمریکا الان دردسر سازن با اون اتحادیه اروپا تا خود چین و روسیه. ترامپ یک کار جالب کرد، قضیه قدس و خوابون با معرفی اورشلیم. میدونید چی؟ اوکی؟ یعنی گفت بازی تمام، بریم سر یه بازی دیگر. حالا شما معتقدید چه قولایی به بیبی نتانیاهو داده؟ و همینطور پرنس عربستان. ببینید یک روز یک کارشناسی گفت به اسرائیلیا شما اینقدر خودتون رو به زحمت نندازید، یک اتحاد درست کنید بین خودتون، مسکو و آمریکا. حالا داره همون طرح پیاده میشه. و دوما مسئله فعلا یادتون نره من در برنامه شما اشاره کردم که بسیاری از این ایرانی‌ها اصلا در جریان نیستن. آقای پوتین رو کیسینجر به خاورمیانه فرستاد. آقای هنری کیسینجر پوتین رو فرستاد تا ایشون بتونه سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو مهار کنه و مهار کرد. شما نگاه کنید با چه زیرکی. نکته دیگر، الان آقای پوتین میدونه بدون اینکه اگر باجی به اسرائیل نده نمیتونه مسئله تحریماشو در که از سوی دولت ترامپ شده در واقع بتونه اون رو قفلشو باز کنه. و فراموش نکنید الان تمام مسائل منطقه‌ای دست کاشنره، یعنی داماد آقای ترامپ. اوکی؟ آقای ترامپ وابسته به یک جریانی است در دنیا، شوالیه های مالت، که اینا معتقدن که اون معبد تمپل اسرائیل باید ساخته بشه و اسرائیل اورشلیم مال اسرائیل. یعنی این طرز تفکرها و جریان هاست بجز رابطه شخصی بیبی نتانیاهو و خود ترامپ و نوعی هم به آقای پوتین. حالا خواهید دید خیلی چیزا در منطقه عوض خواهد شد، بسیار. چرا که ما در عصر پایپلاینستان هستیم. یعنی چی؟ یعنی لوله های گاز، در واقع این شاه لوله هایی که کشیده خواهد شد. تمام دعوا در خاورمیانه ای که دیگر اون خاورمیانه قدیم نیست سر این لوله هاست، از قطر تا سوریه.